دل بغمی وطن فیگار ما نکنه. کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه. کی میکنه در بدونه کی او شریک ما نشوه. کی میشود حفظ و وفای او شیار ما نکنه. کی میکنه دل بغمی وطن فیگار ما نکنه. کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه. کی میکنه شکر استقلالات کشور که زمین به دست صاحبش یعنی دهقان رسید. در کشوری آفتابی ما تاجیکستان مهنت دهقان همیشه قدر کرده می شود، زیرا محض زحمت صادقانه آنها سرسبزی دیار و فراوانی دسترخوان مردم را تامین می نماید. یکی از چنین شخصیت های مهنت دوست و تجربه دار سیفیوف کرامالدین شیخوویچ می باشد. سیفیوف کرامالدین شیخوویچ 9 مارس سال 1969 در عائله دهقان به دنیا آمده است. از آوان کودکی به مهنت و زمین مهر و محبتی خاصه داشت. سال 1976 به مکتب میانی عمومی دهه یاری داخل شده. سال 1986 آن را ختم نموده است. پس از ختم مکتب برای ادامه تحصیل به شهر کویبشیو که امروزه با نام سراتوف معروف است رفته به تکنیکوم تکنولوژی داخل گردیده است و اختصاص مکانیک تکنولوژ را انتخاب نموده است. من سمادود سمات هستم، ساکن همین دهه یاری خطکردی فاکولته اگرونومی دانشگاه کشاورزی تاجیکستان سال 1982-87 سالهای دراز در همین جامعه دهات یاری با صفت کشاورز سرکشاورز کار کردم. همچون یک چند سال مصلحتچی در کооپراتیو غیر تجارتی سراب کار کردم. در برنامه‌های آقاخان مصلحت می‌تیم، انا مصاحبه‌ها می‌گردونم با دهقانا. سال 2004 همینجا ما خواجگی دهقانی تشکیل کردیم با همراهی همین سیفیوف کرامالدین. من همین خواجگی دیده استادگیتون، همین خواجگی سیفیوف کرامالدین رابرش خواجگی دهقانی ایام. از همون سال باز همراه همین کرامالدین کار میکردیم. سالهای 2004 تا سال 2010 خیلی وضعبینی بود، آب نبود. ما از همین جویی که خودجاری می شود از همین بالای کوه از همینجا آب می آوردیم، همین زراعتکاری را سر کردیم. اولین انسانی که بعدی همین تجدید شدن خواجگی ها همین سیفیوف کرامالدین یکمین مرتبه ما همینجا 2 گکتار علف کردیم. این دشت اون وقتا تماما همین هیچی کارده نمیشد. مردم همین باران که غله هم میکارید و غله هم میگفت. رفته هر دیومو از همین پایگاه آبکشی با یک التجای التماس آب برآورده آورده همین زمینه آبیاری میکردیم. من همینجا با یک حوض کلانی بود که سالهای سال بیکار خوامی رفت، پر شده رفتگی بود. همین ما مصلحت کردیم، گفتیم که همین کنده برای ذخیره آب جای تر کنند در کار. همین هم کردیم. همین بسیارتر سهم همین کرامالدین که همون تکنیکای کننده آورده، همین کننده تازه کرده از دایره کمو سنگ آورده، بیتون کرده،
قریب ذخیره کردیم برای 20 تن آب. انا همین میوه هایی که من انا همینجا درگیر در اطراف همین میدان ها شناگر همیش محصول دستانی همین کرامدین هستن که با یاردم فرزندانشون تیار کرده. قریب زیاده از 50-60 هکتار زمین در خود همین دهه یاری باغ بنیاد کردگی، نهالش همین آدم تامین کردگی. پس از این در ساحه بریش باغ‌ها، در ساحه بریش تاک خیلی تجربه کلان دارند. در ساحه آبیاری، آبمانی زمین‌ها، در ساحه غله‌کاری، عموما در ساحه تمام زراعت‌هایی که خارجی قشلاق هست خیلی تجربهشون کلان هستند. بسیار وقت در پرسجو هستند، مصلحت میگیرن، مصلحت میدن. امروز با شکل پوره اگر گوییم که یک دهقان اصیلی که همه جهان انکشاف یافتگی هستند و با واسطه اینکه در یک چند جاهای جمعیتی نهال‌ها دادگی هستند، همچون ثواب گویان از به مسافه زیاده از 6 کیلومتر از خود همون سرچشمه جاریشوی کوه برای بنیاد و برای آبیاری، برای نوشاکی همین مردم همین قسمت طرف همین خودشون آب آوردن. مردم را هم با آب نوشاکی هم با آب پالیزی تامین کردیستند. 3 نقطه آب نوشاکی آورده هستند. اگر عموما گوییم اگر خدمتشون امروز در همین سطح جماعت خیلی کلان است. در تمام کارهای جمعیتی، در تمام چاره‌بینی‌هایی که امروز در سطح شهر، در سطح جماعت، بیرون از شهر، حتی در یارمارک‌های ولایتی جمهوری سهم‌گذاری کردگی هستند، نهال دادگی هستند. در بنیاد باغ‌ها در تمام جاهای جمعیتی سهمشون کلان میباشد. بنابر همین هم من امروز گمان میکنم که این کس با تمام کاری خارجی قشلاق ارزنده هستند. همون کارا عقلشون میگیرد. در ساحه غله‌کاری باشد، بهترین توخا رو جستجو میکنن، بهترین حاصل میگیرن. من بعضا مقایسه میکنم حاصله گرفتگی این کسا نسبت به تمام دهقانای جماعت دهقان یاری هم از جهت تازگی، هم از جهت پرگی دان، هم از جهت کا، همه جهت بهترین. باغاشون هم در زمانهایی که حالی سالخورد پنجکین بود، این که اونجا سرکار بودن، یک برگد انگور پروری مخصوص بودن. این که از حاصله انگور میگیرگیشون با طرفای شهر روسیه در یارمارکو میفرستوندن. خلاصه کلام امروز کرامدین یکی از استادهای سایه کشاورزی هستند. من گمان میکنم که مصلحت‌های اینقدر امروز برای هر یک نو خواجگی داران، برای هر یک دهقانی که امروز جوانان نو کار سرکردگی هستند خیلی مفید میباشد. در آینده این از حالی هم سندشون آنچه کلان شده باشم، لیکن حال خدمتشون خیلی زیاد هست. پیوسته تمام نمودی نهال ها، تمام نمودی میوه هایی که عموما امروز نادر است از خواجگی های اهالی جمع کرده آورده با واسطه پیوند کنی زیاد کرده. همون میوه هایی که دوره پیش بود مردم بی یگان خیل کسل و بی یگان خیل حشرات همیشه به تابا بود همونیا جمع کرده آورده در همین نیالخانه خودشون پیوند کرده با مردم پیشنهاد کرده شدیم. با حال امروز اون کس از نوهای امروزی انگور پروری، از نوهای اواتر و از نوهای پرزیدنت و از دیگر نوهای انگوری که امروز نو تاجیکستان با 5-6 صورت علاقانی تک پیوندها کرده و مردم پیشنهاد کردیم. بنابر همین هم در آخر گفتنی هستم که به همه چیز، به همه کاری خارجی قشلاق ارزنده هستند. سهمشون در تمام همین جمعیت، در تمام بیرون از ناحیه
در تمام جماعت‌های دیهاتی گرد اطراف خیلی کلان همه میشناسن، فعالان در تمام کار اشتراک میکنن. بنابر همینم من به این کس در آینده هم از درگاه خداوندی طلب میکنم که خدا قوتشون رو زیاد کند و بعد از این هم به مردم زیادتر خدمت کنن و نوهای نوی سیب‌های امروزه، سیب‌های نادر گذشته، انگورها، دیگر نمودی میوه ها رو باز هم پهن کنن و در آینده جمعیت ما از میوه هایی که این کس امروز پیوند کرده با دیگر خواجگی و پیشرفت میکنن، شادکام و سربلند میوه و دهنشون شیرین شود. در دروی تحصیل او همزمان کار هم میکرد. با زحمت خود روزهای شنبه و یکشنبه در کارخانه‌های گوناگون فعالیت نموده 2 سال در خلیب زواد و 2 سال دیگر در زواد ملاشنی کار کرده است. اینچنین همچون تجربه آموز در یک قطار کارخانه‌ها از جمله زواد اردبراری سراتوف، زواد ماشینبراری گورکی، زواد کویبیشف و زواد برنجی شهر پنجکین تجربه کاری اندوخته است. سال 1990 تحصیل را با بهای خود ختم نموده صاحب دیپلم می‌گردد. از سال 1993 فعالیت خود را در ساحه کشاورزی ادامه داده در ساخوز پنجکین به حیث اگرونوم اوچاسکا به کار آغاز نمود. از سال 1994 تا سال 2005 همچون بریگادیر فعالیت کرده تجربه بای کاری اندوخته است. السلام علیکم بینندگان گرامی، من از چخل که دیده استودید ما در خوزگی دهقانی ایام شرکت داریم که سروری اون رو سیفیف کرامدین به عهده دارن. من خودتون چخل که دیده استودید در میدان کشتی گندم، جو، من توکزور دیگر عموما خوزگی دهقانی که فعالیت کاری خودش رو خوب به راه مونده است با سروری سیفیف کرامدین می باشد. سیفیف کرامدین در اصل یکی از دهقان‌های اصیل، دهقان پر تجربه، خودکار، این چونین نهال پرور می باشد. در خوزگی دهقانی ایام تمام زراعت ها خوب نشو نمو کرده، همه کارهای خوزگی دهقانی درست به راه مانده شده است و چخیلی که سرور دولت ما محترم امام علی رحمانوف گفتند زمین رو باید به دست دهقان دهیم. از این لحاظ من دیدم تمام اون کشت‌هایی که اساسی هستند، کشت‌های تکراری هستند، بغزور، توکزور، اون من نهال پروری در این سمت درست به راه مانده شده است و خود سیفیف کرامدین یکی از دهقان‌های اصیل زاده می باشد که مناسبتش رو با سهمداران، با دیگر مردمان درست به راه مانده است. از سال 2005 تا امروز سیفیف کرامدین شیخوویچ همچون رئیس خوجگی دهقانی ایام فعالیت نموده ایستاده است. در برابر این در طول 4 سال وظیفه رئیس گذار نیز به عهده داشت. در دوام فعالیت خود او در رشد ساحه کشاورزی سهم نظررس گذاشته است. با تشبث و زحمت او باغ‌های کلان میوه دهنده بنیاد گردیدند، مخصوصا باغ‌های تاگزار، چهارمغز و دیگر درختان میوه دهنده. همزمان او آبادانی دهه یاردی نیز سهم ارزنده گذاشته است. در بنیاد مکتب دهه تشکیل و آبادسازی قبرستان دهه، اینچنین در تعمیر و به استفاده دادن پول دهه اشتراکی فعال داشته است. من همچون یک دهقان عادی هستم. سال 2006 خیلی سالهای عظیم بود. در همون سالها نگاه نکرده یک ماستی 110 متره ساخته باعث افتخار است. خیلی افتخار میکنم که من مردم هر روز افتخار دارم و امروز پرزیدنت من برای دهقان ها زمین دادم. از زمین خور کرده شدگیم زیاده از 21 کیلومتر آب آوردیم و مردم دادیم. کمبوش زمین زیاده از 15-20 هکتار باغ بنیاد کردیم. همین قدر کار کرده باشیم هم این فکر من کم است. و در آینده با مکتب 57 ما یک نقطه آب آوردنی هستیم. خدا خواهد تا آخری همین سال 26 باید که بود کنیم.
ما در نقشه داریم 10 گکتار زمین و یک سکوچ کنده با مردم باغ کرده دادنی هستیم. خدا خواهد باید که اجرا شود. با وجود این همه دستاوردها سیفیف کرامدین شیخوویچ خود را همیشه یک دهقان عادی می‌حسابد و با محنت حلال برای پیشرفت کشاورزی و آبادی دیار فعالیت خود را ادامه می‌دهد. زیرا طوری که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان تاکید می‌نمایند هر یک شهروند باید در آبادی وطن سهم گذاشته حداقل یک نهال شناند. محض چنین شخصان محنت دوست و صادق با محنت خود سرسبزی وطن را تامین نموده برای نسل‌های آینده زمین آباد و زیبا باقی می‌گذارند. امروز ما در برنامه خود درباره شخصیتی حرف می‌زنیم که با محنت صافدلانه و تشبس‌های سازنده‌اش در رشد ساحه کشاورزی شهر پنجکند سهم ارزنده گذاشته است. کرامدین سیفیف ساحه کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادیات کشور به حساب می‌رود و رشد آن به تامین امنیت آذوقه‌واری و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌کند. در این زمینه فعالیت شخصان کاردان و مسئولیت شناس اهمیت خاصه دارد. من استقامت کنی همین دهی یاری مقصود میباشم. حالا ما در میدان خواجگی دهقانی ایام حضور داریم. من گفتنی هستم که سالهای سال سرور همین خواجگی سیفیف کرامدین میباشد. او بسیار دهقان اصیل است، زیرا دهقان از پدر و بابای بابا کلانش ماندگی میباشد که پدر او بابای شیخ نیز در دهه یکی از دهقان پیشقدم بودند. همه اهل دهه نسبت بابای شیخ میشناسند و میدانند. در دهه یاری آید نهال پروری همه خیلی تشبس نبود. حالا اونکه از طرف سیفیف کرامدین من میدان نهال پروری برقرار کرده شد که در این میدان حالا ما حضور داریم. تمام نمود نهال ها در این میدان هست و از طرف اون کس این نهال ها پرورش کرده می شود. قسمی زیادی مردم دهه از این نهال ها گرفته استفاده برده شدن و نهایت سطح خوب سطح نظم می باشد. بنابر همین خیلی که در برآمدهایشان پرزیدنت محترم هر بار گفته میگذارند که زمین باید که به دهقان داده شود. بنابر همین آن کوشش و غیرتی که از طرف سیفیف کرامدین به عمل آمده شده است، این نسبت همین نهال پروری می باشد که سیفیف کرامدین در اصل 2014 این جانب همین پرورش نهال را در خواجگی دهقانی خودش تشکیل کرده می باشد که هر سال زیاده از 10,000 نهال های سیب، شفتالو، ناک، زردالو و غیره ها را پرورش می کند و این نهال ها را با دیگر خواجگی دهقانی از آن جمله با مردم تقسیم کرده می دهد. تشبس همین آدم است که در عین زمان زیاده از 100 گکتار زمین های باغ در خود همین جماعت دهال یاری به عمل آورده شدگی می باشد. بنابر همین من گفتنی هستم که سیفیف کرامدین یکی از سروری بهترین خواجگی دهقانی است و تشبس او نسبتی کشت و کاری نهال خیلی کلان می باشد. کرامدین سیفیف همچون متخصص ورزیده ساحه در پیشبرد کارهای اگراری جاری نمودن اصولهای معاصر کشاورزی و بلند برداشتن حاصلناکی زمین سهم نظررس گذاشته است. با تشبس او استفاده تکنولوژی نو، بهسازی آبیاری و انتخاب تخم‌های خوش‌صفت در خواجگی‌ها به راه مانده شده است. محنت پیوسته و تجربه غنی او باعث گردیده است که بسیار دهقانان از او عبرت گرفته فعالیت خود را باز به هم ثمرناک به راه مانند. همزمان او در تربیت متخصصان جوان نیز سهم ارزنده دارد. امروز دستاوردهای ساحه کشاورزی شهر پنجکند تا اندازه به فعالیت چنین شخصیت‌های فعال و وطن دوست وابسته می باشد. با چنین انسان‌های صادق و مهنت دوست آینده ساحه کشاورزی کشور باز هم درخشان خواهد بود.